ساختار، کارکرد، عملکرد فد چیه؟ تعطیلی و زمانهایی که فد فعالیتش متفاوته تأثیرش روی بازارهای مالی چطوری میشه؟ اصلا فد چی هست؟ سلام دوستان، خوش اومدین به کانال فکت تیک. امروز میخوایم با هم یک نهاد خیلی مهم اقتصاد آمریکا رو بشناسیم. فدرال رزرو سیستم یا به اختصار بهش میگیم فد. این ویدیو قراره بگه فد چی هست، چی کار میکنه، که تعطیلی داره و تأثیرش روی بازارهای مالی چطوره. پس آماده باشین با هم بریم سراغش. نهاد فد بانک مرکزی ایالات متحده آمریکاست. رخدادهای مالی و بانکی داخل آمریکا قبل از تأسیس فد، یعنی یه چیزی حدود سال 1913، خیلی پرتنش بوده و بحران‌های بزرگ بانکی رو کشور تجربه می‌کرده. قانونی به نام فدرال رزرو اکت تصویب میشه تا یک سیستم بانکی مرکزی ایجاد بشه که بتونه پول کشور رو انعطاف پذیرتر کنه، نظارت بانکی داشته باشه و ثبات اقتصادی رو هم حمایت کنه. به طور خلاصه هدف فد این بوده که اشتغال حداکثری داشته باشه، قیمت‌ها با ثبات‌تر باشن، یعنی تورمش کنترل شده باشه و نرخ بهره بلند مدت معتدل داشته باشه. فهمیدیم که فد چی هست و اصلا چرا ساخته شده. بخش دوم میرسیم به اینکه ساختار و وظایف اصلی فدرال رزرو چی هستن. از نظر من این بخش مهمتر از بقیه بخش‌ها است و میشه از چیزای خوبی فهمید. فدرال رزرو در واقع فقط یک بانک مرکزی ساده نیست، بلکه یک سیستم چند لایه است که از چند بخش اصلی تشکیل شده تا هم تصمیم گیری ها متمرکز نباشند، هم نظارت دقیق‌تر انجام بشه. پس حالا اجزای اصلیشو باید بشناسید. بخش اول میرسیم به هیئت مدیره. دفتر مرکزی فدرال رزرو داخل شهر واشنگتن دی سی قرار داره و توسط 7 عضو هیئت مدیره اداره میشه. این افراد توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشن و هر کدوم یه دوره 14 ساله‌ای دارن تا بتونن مستقل از سیاست‌های کوتاه مدت تصمیم بگیرن. رئیس فعلی فدرال رزرو هم احتمالاً بدونین جرم پاوله که از سال 2018 این سمت رو داره. یعنی بخوایم حساب کنیم تقریباً تا سال 2032 قرار جرم پاول باشه. نقش هیئت مدیره اینه که سیاست‌های کلی پولی کشور رو طراحی کنه، بر بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو نظارت داشته باشه و اطمینان حاصل کنه که اهداف اقتصادی کشور مثل اشتغال بالا، تورم پایین و رشد پایدار دنبال میشن. قسمت دوم میرسیم به بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو. آمریکا به 12 منطقه فدرال رزرو تقسیم شده و در هر منطقه یک بانک فدرال رزرو وجود داره. برای مثال نیویورک رو داریم که مهمترین بانک منطقه فدرال رزرو داخل نیویورکه. شیکاگو رو داریم، سان فرانسیسکو، دالاس، آتلانتا و بقیه شهرها. این بانک‌های منطقه‌ای در واقع بازوی اجرای قوانین فد هستند، یعنی سیاست‌هایی که در واشنگتن تعیین میشه توسط این بانک‌ها در عمل پیاده سازی میشه. اونا با بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی کار میکنن، پول جدید رو توزیع میکنن، اسکناس‌های کهنه رو جمع‌آوری میکنن و در مواقع بحرانی نقدینگی تامین میکنن. نکته جالب اینه که بانک فدرال رزرو نیویورک نقش خیلی ویژه‌ای داره، چون عملیات بازار باز، یعنی خرید و فروش اوراق قرضه برای کنترل نرخ بهره، معمولاً از طریق همین بانک انجام میشه. میرسیم به قسمت سوم، کمیته بازار آزاد فدرال یا FOMC. اینجا همون جایی که تصمیم‌های بزرگ گرفته میشه. FOMC از 12 نفر تشکیل شده، 7 عضو هیئت مدیره، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و 4 رئیس از بقیه بانک‌های منطقه‌ای که به صورت چرخشی انتخاب میشن. این کمیته معمولاً 8 جلسه در سال برگزار میکنه و درباره نرخ بهره، تورم، وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی تصمیم میگیره. وقتی رسانه‌ها میگن فدرال رزرو نرخ بهره رو بالا برد، در واقع تصمیم FOMC بوده. تصمیمات این کمیته به شدت روی بازارها اثر داره، چون جهت حرکت پول، ارزش دلار، قیمت سهام، طلا و حتی بیت کوین میتونه با یک جمله از رئیس فد تغییر کنه. قسمت چهارم میرسیم به اهداف و وظایف اصلی فدرال رزرو. وظایف فد در 4 دسته مهم خلاصه میشن. سیاست‌های پولی، یعنی کنترل میزان عرضه پول در اقتصاد و تعیین نرخ بهره برای حفظ ثبات قیمت‌ها و رشد پایدار. قسمت دوم میشه نظارت و قانونگذاری بانک‌ها. یعنی چی؟ یعنی بررسی سلامت مالی بانک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی‌های زنجیره‌ای و اطمینان از اینکه سیستم بانکی امن و قابل اعتماد بمونه.
قسمت سوم میشه حفظ ثبات مالی. داخل بحران‌ها مثل بحران 2008 یا دوران کرونا، فدرال رزرو با تزریق پول یا دارایی‌های از سقوط بازار جلوگیری میکنه. و بخش آخر میشه ارائه خدمات مالی. فد نقش بانک‌ها رو داره. یعنی چی؟ یعنی سپرده‌های بانک‌های تجاری رو نگه می‌داره، تراکنش‌های بین بانکی رو تسویه میکنه و در مواقع لزوم به بانک‌ها وام اضطراری میده. میرسیم به بخش سوم، یعنی تعطیلی‌ها و زمان‌هایی که فد فعالیتش متفاوته. داخل ایالات متحده بانک‌های منطقه فد و دفاتر فد داخل بعضی از تعطیلات رسمی بسته هستند که این ممکنه بر خدمات مالی و بازارها تاثیر بذاره. برای مثال تقویم تعطیلات استاندارد فد شامل روز سال نو، روز مارتین لوتر کینگ، روز تولد واشنگتن، یادبود جنگ، روز استقلال و روز کارگر از این دست روزها هست. وقتی فد یا دفاترش تعطیل باشن، خدمات بانکی عمده مثل تسویه‌های بانکی، انتقال‌های عمده ممکنه با تأخیر مواجه بشه. این هم ممکنه که روی بازارهای مالی به ویژه بازارهای بدهی اثر بذاره. بخش چهارم و آخر میرسیم به تاثیر فد روی بازارها. یکی از بخش‌های جذاب کارهای فده که چه تأثیر روی بازار سهام، ارز و طلا و غیره داره. وقتی فد نرخ بهره رو پایین میاره، یعنی هزینه قرض گرفتن کاهش می‌یابه. این میتونه سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف کنندگان رو افزایش بده و سهام معمولاً مثبت واکنششون میده. وقتی نرخ بهره میاد پایین، سهام مثبت میشه و میره بالا. بالعکس وقتی فد نرخ بهره رو بالا میبره تا تورم رو بتونه کنترل کنه، هزینه قرض گرفتن بالا میره، شرکت‌ها سودشون ممکنه کاهش بیاره و بازار سهام ممکنه تحت فشار قرار بگیره. خب دوستان، امروز ما دیدیم که فد چی هست، چی کار میکنه، کی تعطیل میشه و چطور روی بازارها تاثیر میذاره. اگر خوشتون اومد ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.